Es wird langsam dunkel, deswegen müssen wir ganz schnell den Schmuckstück präsentieren. Hallo und herzlich willkommen bei Admin Automobile. Bin heute wieder bei meinem Händlerkollegen und habe für euch ein XC40 von Jahr 2019, voll Checkoff gepflegt, Diesel, Euro 6, 220.000 gelaufen. Wir haben LED, wir haben originale Alufelgen. Einmal bitte den Innenraum zeigen. Wir haben Teilleder, Sitzheizung, Navigationssystem, Tempomat, Multifunktion, Rückfahrkamera. Alle Service wurde nur bei Volvo Autohaus gemacht. Das Auto ist aus erster Hand und in einem sehr guten Zustand. Der hat 220.000 Kilometer auf der Uhr, aber von technisch hier sieht wie ein Volvo, dass der gerade von Band runtergekommen ist. Auch von optisch sieht man, dass der gar kein Kratzer oder Beule hat. Innenraum sieht er auch wie ein Jahreswagen aus. Jahreswagen, sorry. Also, Preis habe ich für das Auto 16.900 Euro vorgestellt. Falls ich dein Interesse geweckt habe, kannst du dich jeden Tag von 11 bis 19 Uhr nur bitte per WhatsApp bei mir melden. jeden تاگ außer سونتاگ. درود و عرض ادب میگم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی من. خیلی منتظر ویدیو این ولوو بودین. یه ولوو XC40 مدل 2019، ماشین دست اول. تمام سرویساش با نمایندگی ولوو انجام شده. 220,000 تا کار کردشه. ماشین با اینکه 220 تا راه رفته، ولی اگه بیاین و تشریف بیاین از نزدیک ماشین رو ببینین، من خیلی تند حرف میزنم چون هوا داره تاریک میشه. ماشین مثل یه ماشینی میمونه لحاظ موتورگیری باکس که مثل همین که الان از نمایندگی ولوو اومده بیرون، و لحاظ ظاهر هم همینطور که تو ویدیو میبینین این ماشین حتی یه دونه خط نداره. داخل ماشین هم مثل یه ماشین 1 سال قدیمی میمونه. ماشین سیستم مسیریاب یا ناویگاسیون یا ناویگاتور داره. قیمتی که براش در نظر گرفته شده 16,900 یوروه. چراغای LED، رینگای اورجینال، داخل ماشین چرم و پارچه، گرمکن صندلی، دوربین عقب، کروز کنترل. ماشین علاوه آپشن هم تکمیل، گیری باکس اتومات. اگر دنبال یه دونه SUV کوچولو موچولو خوشگل دست اولی که تمام سرویساش هم با نمایندگی انجام شده باشه بودین، میتونین همه روزه از ساعت 11 تا هفته بعد از ظهر، همه روزه غیر از روز یک شنبه، لطفاً خواهشاً از طریق واتساپ برای من بنویسین تا منم بتونم خدمتگزار تک تک شما دوستان باشم. دوستتون دارم و تا ویدیو بعد بهتون بدرود میگم. سپاس.